سلام. امروز میخوام آموزش پرواز با پاراموتور رو بهتون تا حدودی نشون بدم که مراحل آموزش رو کامل بدونید. این پرواز یکی از دوستامونه که بالش رو جدید خریده بود و برای امتحان کردن بالش اومده بود برای پرواز. همونطور که میبینید یه بال خیلی زیبا با رنگ نارنجی مشکی سفید، خیلی هم پرواز موفقی داشت. خب توی تصویر اون لباس آبی استاد ماست، استاد آریا البرزی، و ایشون که میبینید پاراموتور روی دوشش هست احمد البرزی پسرشونه که امروز اومدن برای پسرشون آموزش پاراموتور گذاشتن. احمد البرزی یکی از آکروپایلت های پاراگلایدر هست، در واقع یکی از بهترین آکروپایلت های موفق و جوون توی پاراگلایدر توی کشور ایران هست. ایشون برای اولین بار اینجا میخواد پاراموتور رو از پدرش آموزش ببینه. همونطور که میبینید هنرجو باید اول یاد بگیره که وزن موتور رو تحمل کنه و زمانی که موتور روشن میشه بتونه موتور رو کنترل کنه و یه نیرویی بهش وارد میشه که اون نیرو رو باید خنثی کنه تا بتونه در واقع کنترل بال و موتور رو به عهده بگیره. خب اینجایی هم که میبینید ساحل مازندرانه، یکی از سواحل زیبای مازندرانه، نزدیکی شهر فریدون کنار، و یه سایت پروازی مخصوص پاراموتوره. هم برای قایق سواری اینجا میتونید تشریف بیارید، هم برای پاراموتور. هنرجو باید بتونه اون نیروی موتور رو وقتی که موتور روشن میشه خنثی کنه و بتونه به اون نیرو و وزن عادت کنه و بتونه تحملش کنه. این تمرین انقدر انجام میشه که هنرجو حرفه‌ای بشه تو این کار. اینم بقیه دوستان که با پاراموتور در حال پرواز هستن، با بالای قشنگشون آسمونمون رو زیباتر کردن. خب تمرین فعلا تموم میشه تا هنرجو بتونه استراحت کنه و انرژی خودش رو تجدید کنه و برگرده دوباره برای تمرین. داشتم از پرواز زیبای یکی از دوستامون فیلم میگرفتم که توی پاراموتور حرفه‌ای هستم. همونطور که میبینید هم بال زیبایی دارن، هم واقعا حرفه‌ای پرواز میکنن. یه پرواز حرفه‌ای نیاز به یه مربی حرفه‌ای داره تا شما رو با پرواز آشنا کنه و لم کار رو بهتون حسابی یاد بده. همونطور که داشتم از پرواز زیبای دوستمون فیلم میگرفتم، خودم هارنس پوشیده بودم و آماده شده بودم برای تمرین ریورز که تو همین حین یهو استاد اومد و کلاه ایمنی به هم داد. استاد برای من کلاه ایمنی میاره. کلاه بذارید چشم. مرسی استاد. خب توی پاراموتور تقریبا تمام قوانین مثل پاراگلایدر هست. تفاوت پاراموتور اینه که شما میتونید از زمین بلند شید و پرواز کنید، ولی توی پاراگلایدر حتما باید توی بلندی باشید تا بتونید پرواز کنید. اینم بگم که میتونید به صورت تندم و بدون آموزش فقط برای یک جلسه تفریحی سوار این
موتورها بشید تا بتونید یه پروازی داشته باشید.